سلام، من قصه‌ام و خیلی خوش اومدین به چنل من. اینجا قراره که با هم کلی منجوق بدوزیم و گام به گام همش رو یاد بگیریم. اگر میخواید که منو خوشحال کنی، لایک و سابسکرایب یادت نره. چیزایی که احتیاج داریم بهشون که بتونیم یه منجوق دوزی انجام بدیم: یه کارگاه که بهتره از جنس چوب باشه، قیچی، یه ماژیک و یه نخ و سوزن. ما سوزنی که برای کارمون استفاده میکنیم همینقدر سوزن ظریفیه، بسیار نازکه و ریزترین سایز سوزن هست. ما چرا از سوزنهای دیگه استفاده نمیکنیم؟ به این دلیل که اگر یه دونه از این منجوقا رو برداریم میبینید که رد نمیشه. ما هر چقدر تلاش کنیم این رد نمیشه. حالا ولی اگر بخوایم از این سوزن استفاده بکنیم به راحتی رد شد. طور که میبینید نخمون رو از این قسمت از داخل به سمت این سمت درش آوردیم و یه قلاب ایجاد کردیم. حالا میخوایم این خط صاف رو با هم بدوزیم. 2 دونه از منجوقا رو برمیداریم، روی خط صافش میکنیم، از کنار دومی به سمت پایین هدایتش میکنیم. حالا برای اینکه سفت بشه از مرکز 2 منجوق از آخرین منجوق میاریم بیرون و همینطور این کار رو انجام میدیم 2 تا به سمت جلو. دوباره 2 دیگر رو میذاریم، مرتبش میکنیم، از کنار دومی میدیم پایین، از مرکز در میاریم و از آخری هدایت میکنیم. به همین شکل این خط رو میدوزیم. برای دوختن شکل‌های دایره هم به همین شکل نخمون رو از یک قسمتی از کار در میاریم، با 2 منجوق شروع میکنیم، روی خط فیکسش میکنیم و میدوزیمش. به همین صورت از میونشون میاریم بیرون، از آخری میدیم بیرون به همین جهت. حالا 2 از اینا رو دوختیم، دوباره به این صورت 2 دیگر رو کنارش فیکس میکنیم، به همین ترتیب. برای سفت‌تر شدنش از 2 رد میکنیم. به همین شکل این رو ادامه میدیم. به این صورت میایم به سمت پایین، دوباره از میانه میاریمش بیرون. این به این شکل. خب حالا میخوام بریم سراغ به همین شکل نخ رو از گوشه ای از کارم در میارم، با 2 منجوق شروع میکنم به دوختنش، روی خط صاف هلش میدم، سفتش میکنم، از میانشون در میارم به سمت بیرون و دوباره به همین شکل.
صاف میکنم، میدوزم. به همین ترتیب میرم تا بالا. به این قسمت که رسیدم دوباره نخم هدایت میکنم به بیرون، دستم رو میچرخونم و شروع میکنم به دوختن زله دیگه. به این شکل و همینطور به ترتیب میدوزم تا تموم بشه. حالا برای اینکه این زلهای مثلثمون خالی نمونه، ما یکم از بیرون تر این زل آخر رو شروع میکنیم به دوختن. به این شکل سوزن از میونش دوباره میارم بیرون و از آخری میدم بیرون. به این صورت کار رو ادامه میدم و نگاه میکنید که هیچ جای خالی نمونده. جلسه اول که فرم‌های بیسیک رو یاد گرفتیم و میتونیم اگر اینها رو تمرین بکنیم با هم شکل‌های مختلفی رو بسازیم. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه بودین. مرسی که سابسکرایب میکنین و لایک. خدافظ.